زک و زنده باد رفقا، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به چنل مهدی مانستر. امیدوارم هر کجا که هستید حال دلتون خوب و خوش و سلامت باشه و کنار خانواده مشغول دیدن ویدیوهای این جانب باشید رفقا. برقرار و پیروز، سر بلند و سرافراز باشید و حالتون برخلاف حال دل من شاد باشه. 90 تایی شدیم رفقا. پارسال بود تقریبا میشه گفت همین حوالی که من این چنل رو راه اندازی کردم با 2 تا دونه سابسکرایب و کلا یه دونه سابسکرایب و 2-3 تا دونه ویو رسیدیم به 90 سابسکرایب با میانگین ویدیوی 200 بازدید و اینتراکشن خوب با سابسکرایبرهای عزیز، شما دوستان گرامی که به من لطف داشتید، حمایت کردید. همین الانش هم به حمایتتون خیلی نیاز دارم. لایک نمیخوام، کامنت نمیخوام، ساب نمیخوام، انرژی مثبت میخوام رفقا. دعا از ته دل میخوام. چند روزی هست که واسه یه سری مشکلات شخصی و میشه گفت مشکلات بدی دست و پنجه نرم میکنم و حقیقتش این چند روزی که وقفه افتاد تو ویدیوها به خاطر همین بود. دل و دماغ نداشت. ببین من آدمی ام بچه‌ها، نمیتونم تظاهر کنم و خب حالم، سبک رفتارم بستگی به نوع حالم داره. یعنی اگه غمگین باشم واقعا غمگینم و اگه شاد باشم از ته دل شادم. یعنی نمیتونم بیام نقش بازی کنم غمگین باشم بخندم یا مثلا هیچ میگن بخندم ولی غمگین. نهنگی جفتش یکی شده. یه چیزی بود آقا، من تو این جملات احساسی یکم ضعیفم ولی خب شما بفهمید عمق مطلبو دیگه. کلا نمیدونم رول بازی کنم. خیلی با خودم چالنج‌ها رفتم که ویدیوی گیمینگ بذارم، بیام از این فوتبال دوباره آپدیتی چیزی باشه، ولی خب واقعیتش چند روزی اصلا حالم خوب نیست. حال روحی افتضاح، حال هممون بده. اینجوری که من میدونم وضع کشور واقعا افتضاحه. قطعی‌های برقم اضافه شده، فیلترینگ و اینا هم بذاریم به کنار، سرعت نت رو بذاریم به کنار، هزینه زندگی توی این مملکت رو بذاریم کنار و خیلی چیزای دیگه. حال کسی خوب نیست. همه هر کسی یه غمی به دلشه، یه دردی به دلشه و خب من آدمی نمیام بگم که چه مشکلاتی دارم که بگم آره من میخوام ترحم بخرم یا با این راه فالوور جذب کنم. اصلا هم نه. من اصلا تو این ویدیو هم نمیخوام بگم که فالوم کن، سابسکرایبم کن، کامنت بذار. نه اصلا. یه دعا از ته دلت واسم بکن. به انرژی مثبتتون خیلی نیاز دارم. شما همیشه به من لطف داشتید. من وقتی که این چنل رو راه اندازی کردم شاید با خودم فکر میکردم که چند روزه بتونم به این قله موفقیت برسم، شاید هم چند ساله فکر میکنم. من اینجوری بودم که آقا تو بالاخره موفق میشی، یا چند روز یا چند سال مهم نیست، تلاشتو بکن رفقا. اوضاع بر وقف مراد کسی نیست. هیچ ناجی قرار نیست بیاد نجاتمون بده. هیچ کس به داد ما نمیرسه جز خودم. تلاش کنیم تا بتونیم طلا بکنیم اون چیزیو که میخوایم. اگه برای اهدافت برنامه ریزی کنیم، زحمت بکشی، حتما بهش میرسی. من 1 سال شب و روز دارم روی یوتیوب تمرکز کردم. ادیت خودم میزنم، تامنیل خودم درست میکنم، ویدیوهامو خودم ویرایش میزنم، خودم آپلود میکنم، آپدیتینگ و ترجمه و همه این کاراش با خودمه. یه نفر آدم. و خب ما 90 سابسکرایب شدیم، رو حرفم هستم. به 100 سابسکرایب که برسیم ولاگم شروع میکنیم. ولاگای خفن، چالشی، ترسناک، ورزشی، گیمینگ، همه چی. ولاگ خیلی خفنی رو میخوام بگیرم. حرفمو، صحبتمو کشوندم به قسمت وضع بد. میخواستم اینو بگم که آره تو این وضع بد یک جوون ایرانی یا یک پسر ایرانی، دختر ایرانی، مرد ایرانی، زن ایرانی از کارش میزنه، از درآمدش میزنه، بسته میخره، هزینه. ما برای وصل شدن به اینترنت به فضای مجازی نیاز به فیلتر شکن داریم. قند شکن حالا میگن مثل که ایراد میگیرن تو یوتیوب. نیاز به همون قند شکن داریم و اینترنت خوب، پول بدیم، بسته بگیریم، پول بدیم،
فیلتر شکن بگیریم، از کارمون بزنیم، از زمان استراحتمون بزنیم، زمان غذا خوردنمون بزنیم، بیایم چند ساعتی تو فضای مجازی مشغول بشیم، سرگرم بشیم. خب من واسه این وقت تو ارزش قائلم. همونجور که تو به من کمک کردی، داری به من کمک می‌کنی، من میخوام به تو یه سودی برسونم. ببین من میتونم مثل خزوخیلای اینستا، همین یوتیوب فارسی، میتونم از این برم بالا، از اون برم بالا، حاشیه درست کنم، بحث درست کنم. به خدا اینجوری تو یک ماه میشه چنل آورد بالا، با بحث، با حواشی، با چرت و پرت و دریوری و چرندیات میشه آورد بالا. چرا نشه؟ مردم ما الا دور از جون شما، دور از جون خیلی یا با معرفتا، با مراما، فرهنگی ها، فرهیخته ها، من جسارت و اصلاح ادبی به این بزرگواران نمی کنم، ولی خب خیلی ها هستن که خزاخیل پسند هستند. به خاطر همین میتونم سریع رشد کنم. ولی من واسه شنوندم، واسه یه چشم بینندم، گوش شنوندم ارزش قائلم. تو یک ساعتی و در روز میای فضای مجازی، اینترنت، فیلتر شکن، هر کوفت و زهرمار دیگه رو آدم باید سرهم کنه و ابر و خورشید و باد و چیز میگن، ابر و خورشید و باد و فلک همه در کار باید بشن تا یکی از ما بتونه به اینترنت وصل بشیم. آیا برق نره، برق قطع نشه، فیلتر شکن قطع نشه. من میتونستم مثل اونا باشم ولی نیستم. من گیم پلی ضبط میکردم، گیم پلی های فوتبالی فشاری بود، فشار میخوریم، بیشتر فشار میخوردم، ما خب فشار رو وارد میکردیم و خب خیلی ها پسندیدن، استقبال کردن، خوششون اومد از نحوه گیم پلی ها، گزارش کردن، گزارش ورزشی. بعد قضیه آپدیت اومد و تمرکزم رو گذاشتم روی آپدیت ها، روی ایونت ها، پک ها، اوپنینگ پک ها، همه چیز رو پوشش میدم. من از بچگی خاصیتم بچه همین بوده. خب یا یه کاری رو شروع نمی‌کردم، یا اگه شروع می‌کردم به نحو احسن انجامش میدم. آپدیت و ترجمهش رو میکنم، توضیح میدم که آقا این آپدیتی که امروز اومده برای چیه، برای چه چیزی رو داره میگه، هشدارهای کنامی، آپدیت های امنیتی بازی، چه میدونم اخطارها، قوانین جدید بازی، پچ دیگه، ایونت های بازی، آقا این ایونت چیه، اون ایونت، کمپین ها، پک ها، همه چیز رو پوشش میدم و ترجمه میکنم و بهت میگم. ویدیوهاش هم تو چنل همه هستن. ویدیوهام هم جوری هن که زیاد چه میدونم چرندیات توش نیست اصلا. میشه گفت چه میدونم ادیت های بجا، کلیپ های فان وسطش بجا، آهنگ، موزیک، افکت، هر چیزی به جای خودش گذاشتم و میخوام که تو لذت ببری از ویدیو. به خاطر همین، چون چند روزی که حالم یکم بد بود، یکم گرفته، خسته و درگیر مشکلات خودم بودم، دلم نیومد ویدیو سرسری درست کنم. میتونستم چرا یه گیم پلی بگیرم، 2 تا حرف بزنم، تمومش کنم بره. نه میتونه. من اینجوری خودم راضی نیستم. چه دروغ بگم به خاطر شماست. نه، من خودم اینجوری کیف نمی کنم که آقا این چیه درست کردی، چه چیزی داشت این ویدیوی توی که امروز گذار. آقای مهدی، من همیشه به خودم میگم ویدیو میخوام بذارم، میگم مهدی جان داداشم، این ویدیویی که تو آپلود میکنی امروز محتواش چیه؟ آیا به کسی مطلبی اضافه میکنه؟ آیا برای کسی مفیده؟ آیا به درد کسی میخوره؟ کسی و اگه به دردم نخوره، نهایت کسی رو میخندونه، باعث میشه چند لحظه کسی دردش رو یادش بره، غمش رو یادش بره، مشکلاتش یادش بره، غرق ویدیو بشه، غرق بازی بشه. اگه اون نباشه، من اون ویدیو رو پاک میکنم. یعنی خودم رو میذارم جای یه فردی مثل تو، مثل همه سابسکرایبرها، مثل همه مردم ایران که آقا با حال زار و خسته اومدم گوشی رو گرفتم دستم، میخوام چند ساعتی از فضای مجازی دور باشم. آیا دلم میخواد این ویدیو رو ببینم؟ آیا من دلم میخواد این ویدیو رو تماشا کنم؟ اگه دیدم واقعا به چشم بی‌طرفانه نگاه میکنم، اگه دیدم واقعا میشه دیدش و ارزش داره که دیده بشه، میذارم اون ویدیو. اگه نشد پاکش میکنم، میرم یه دونه دیگه میگیرم. رفقا حمایت بکنید. انرژی مثبت. من به انرژی مثبت شما خیلی نیاز دارم رفقا. دعا کنید برام و پرقدرت
ادامه میدیم. ویدیوها به روال سابقشون برمیگرده، همچین وقفه بینشون نیفتاده، یه روز نهایت. اگه قرار بود ویدیوها هر 2 روز 3 روز یه بار بیاد، الان شده هر 4 روز یه بار ویدیو میاد، ولی میاد. اینجوری نیست که قطع بشه، نه اصلا. نه، من 1 سال زحمت نکشیدم که الان ولش کنم. وضع همه ما این روزا بچه ها خرابه. براتون دلی خوش آرزو میکنم. الان که 90 سابسکرایبر شدیم، یکم خانواده‌مون بزرگتر شده، ویدیوها دیده میشن و تو بهم لطف داری، زحمت کشیدی، باهات اینتراکشن دارم، کامنت ها رو میخونم، نظرات داره کم کم زیاد میشه و خیلی خوشحالم. یه جورایی شادم تو این غم، تو این حال غمم، تو این شرایط سختی که این 2-3 هفته واسم پیش اومده و خیلی هم شرایط بدیه، ولی چشم و دلم به همین اکانت و کامنت هاست. به شما فالوورهای عزیز، سابسکرایبرهای محترم، رفقای گل. توی چنل من 1001 جور بازی هست. 140 تا ویدیو آپلود کردم، 143 تا ویدیو آپلود شده از گیم های مختلف، بازی های آنلاین، آفلاین، زامبی محور، ترسناک دیگه، ماجراجویی، فوتبال، همه چی، 2x2، بازی های استیم آنلاین، همه چی پوشش میدیم. و وقتی که سابسکرایبرمون هم زیاد شد، ولاگم میذاریم. چنل نه همین چنل، ولی قسمت ولاگینگ هم اضافه میشه، ولاگ میگیریم، بساط ضبط ویدیو، رکورد ولاگ و چالش ها وقتی که وسایل و تجهیزاتش کامل شد شروع میشه انشالله، به امید خدا. فقط حمایت و یادتون نره رفقا. ببینید، ما در بهترین حالت ممکن 100 سال زندگی کنیم. این یه نصیحت برادرانه به همتون رفقا. در بهترین شرایط ممکن ما 100 سال زندگی کنیم. خب یعنی دفعه بعدی وجود نداره. اصلا چه میدونیم، شاید بعدی هم وجود نداشته باشه. کی میدونه، کی دیده. خیلی ها اعتقاد دارن، اعتقادی هن. من اعتقاد احترام میذارم، ولی میگم که همه چیز ممکن اتفاق بیفته. ولی میگم که ما تو در حالت عادی بهترین حالتش 100 سال زندگی کنیم. پس زندگی کن، شاد باش، بخند، برای اهدافت بجنگ. زندگی محبته. اینکه ندونی که قراره بمیری، اینکه نمیدونی بعدش چی میشه، همین زندگی رو هیجان انگیز میکنه. روتین زندگی تو عوض کنی، به نظرم یه چالش توی زندگی که تو روتین زندگی تو عوض کنی، ولی ممکنه اتفاقای خیلی خوبی هم واسط بیفتش. نوع زندگی تو عوض کنی، برای اهدافت بجنگی، تلاش کنی، ارزشش داره. من همچنان نمیگم این راهی که من میرم تاش خیلی قشنگه، چون ایمان دارم به خودم، به شما، به چنلم، به زحمتی که 1 سال شبانه روز دارم میکشم. هر شب دنبال ایده بگرد، دنبال ویدیو بگرد، دنبال ادیت برو، دنبال تامنیل برو. همه کاراش با خودمه. ترجمه آپدیت ها، ترجمه پک ها، ترجمه کمپین ها، خلاصه پچ ها، همه چی، همه کارا رو خودم میکنم. کسی نیست که اینجا به من کمک کنه و خودم تنهایی دارم تلاش میکنم و معتقدم که تلاشم هم نتیجه خواهد داد. و به دعای خیرتون خیلی نیاز دارم رفقا. این روزا دعام کنید. انرژی مثبت خیلی اثر داره و میدونم ممکنه شرایطمون هم از این بدترم بشه با توجه به قطعی‌های برق و اینا. شرایط سختی قراره به وجود بیاد رفقا و قراره یکم اذیت شیم هممون دوباره. و خب این تلخه واسه نسل من، واسه تو که ما نه ارزونی دهه 60 رو دیدیم، نه نمیدونم آزادی فلان دهه رو دیدیم، نه خوشی فلان دهه رو دیدیم. نه، نسل ما واقعا نسل سوخته ماییم. همه چیز رو دیدیم، جنگ هم ندیده بودیم که اونم داره اتفاق میفته. مثل این که نمیخوام وارد این بحثا بشم، نمیخوام وقت تو بگیرم، نمیخوام هم اذیتت کنم. عقیده هر کسم به خودش مربوطه، محترم. ولی میدونم شرایط سختیه، معلومم نیست، شاید از این بدترم بشه. هوای همدیگه رو باید داشته باشیم، دست همدیگه رو بگیریم، کمک کنیم به همدیگه، حمایت کنیم همدیگه رو. منی هم که وقتی به جای رسیدم، باید منی که اینجا نشستم باید
کاری کنم که مخاطبم خوشحال از ویدیوی من بره، با حال خوش از اینجا بره و همینا. دوستتون دارم رفقا. این یه حرف دلی بود که اومدم باتون بزنم. حقیقتش این که میخواستم من ویدیو بگیرم، ولی میگم که اصلا حوصله نداشتم. نمیخوام با حال بد، با گرفتگی ویدیو بگیرم و ویدیو بسازم. دوست داشتم 90 تایی شدنمون رو توی حال روز بهتری بگم و ابراز خوشحالی کنم، ولی خب زندگی دیگه بالا پایین داره، فراز و نشیب داره و غافلگیری های خودشو داره. میدونم که میتونم از این شرایطم عبور کنم مثل همیشه و قوی و قدرتمند به سمت جلو برم. میدونم که خدا منو فراموش نکرده، فراموش نمیکنه. به کسی ما بدی نکردیم، به کسی ضرر نرسوندیم، با آبروی کسی بازی نکردیم، حق کسی هم نخوردیم. پس خیالمون راحت از این بابت. دل کسی هم نشکوندیم. دلمونو شکستن که دل کسی رو نشکوندیم. آزار ما بجز خودمون به کسی نرسید. پس اگه تو هم اینجوری رفیق من، قصه‌شو نخور، درست میشه. اینکه آدم خوبی بودی، شعر هست دیگه. چنین است رسم سرای درشت، گهی پشت زین و گهی زین به پشت. چنین است رسم سرای نهیب، گهی بر فراز و گهی بر نشیب. گر به ثروت رسیدی مست نگشتی مردی، گر به نکبت رسیدی پست نگشتی مردی. واقعا شعر بجا و قشنگیه. اگر به ثروت برسی مست نشدی مردی، اگر هم به خواری و خفت و نکبت افتادی پست نگشتی مردی. اگه تو هم مثل من به خواری افتادی و هنوز پست نشدی، دمت گرم، خیلی مردی. نوکرت هم هستم، درست میشه. قصه‌شو نخور رفیق. هممون این روزا حالمون خوب نیست، نه حال روحیمون، نه دلا همه دل مرده، قلبا همه شکسته. شرایط خوبی نیست، سخته. دل خسته و مرده، دل مرده، دل خسته، قلب شکسته، سری پریشون، مغز حیرون. داریم میگذرونیم دیگه. مردگان متحرک ماییم. ما فقط نمردیم، زنده ایم. یه مرده متحرکیم، زنده ایم ولی زندگی نمی کنیم. و امیدوارم که این وضعیت زودتر درست بشه و یه دعا کنید بچه ها واسه من و مشکلاتم. یه دعا از ته دلت واسم بکن. دمت گرم، دوستت دارم. ویدیو بعدی امیدوارم که بذارمش چند روز دیگه است دیگه. امروز ویدیو رو شما میبینید، فردا پس از اون فردا ویدیو بعدی میاد و امیدوارم تا اون موقع مشکل منم حل شده باشه که بتونم با حال خوب و خوش واسهتون ویدیو بگیرم. خیلی کم پیش میاد من از این ویدیو بگیرم. یه ویدیو هم اینجوری گرفتم چند وقت پیش بود، اوایل چنل بود، توی قسمت داستان زندگی من. اینم میره توی همون فهرست پخش، همونجا قرار میگیره. بماند به یادگار این ویدیو که ما درد کشیده ترین مردم این دوران بودیم و تا پوست و گوشت و استخونمون درد و حس کردیم. رفقا دوستتون دارم. مراقب خودتون و زیباییاتون باشید. تا دیدار دیگر، بدرود رفقا. دوستتون دارم.